من آخر با معرفتم، من رفیق بازم، من جدی میگم، من چقدر در توانم باشه امشب تلاشمو میکنم. اسم تو با من بگو داداش. سم جان، من خودم بهت قول میدم امشب شاید یه کسی باید آشنا بشی که خیلی خیلی زندگی عوض بشه. اولا بگو شغل چیه؟ دانشجوام. دانشجوی چی؟ environment. آلمانی چطوره؟ چینی بهتره. چینی بهتره؟ چین زندگی کردی؟ یک سال چین زندگی کردی؟ از آلمانی بهتره؟ پس یک سال اومدی فقط آلمان. نه من 4-5 سال اینجا هم ببین 4-5 سال اولا که دروغگویی. ببین آدم دروغگو دختر خوب گیرش نمیاد. خواهرت هم میگه راست میگه. آدمی که 4-5 سال اینجاست فقط یک سال رفته چین، امکان نداره که چینیش از آلمانیش بهتر باشه. یک دو فقط می‌خواستی کلاس بذاری بگی چینی بلدم. منم از طرف کل آدینس میگم به تخم بود. اصلا همیشه به کلاس نمیریم. ما دنبال آدم خوب میگردیم، آدم رو راست میگردیم، بعد خوب باشی رو راست باشی، انسان باشی، دختر خوب میگیره بیا. وگرنه برو آلمانی بدونی.